کنین، در باز کنین. ماهی حواست باشه یه آقای شریفی داره تو نوشیدنیت قرص میریزه. قرص چه شوکت خانوم؟ حواست بشه خواهر، کار دست خودت ندی. ما وقتی میخوام بلنجاب کش کنم بسم الله میگم که جنان نسوزم، ولی تو جوونی هر چی میخوای بخوری بسم الله بگو که خودت نسوزی. مرسی که گفتی، دست در نکنه، حواسم هست. حالا برو اومد. اینم برای رفع خستگی بهترین حسابدار دنیا. ببخشید. بله مهندس، حتما باهاتون تماس میگیرم. خدا نگهدار. خیلی چسبید، دست شما درد نکنه. فقط من برم که مامانم منتظرمه. خسته نباشی. بودی حالا مگه کار نداشتی؟ خاک به سرم. تو برو باشه. برو آقای شریفی، قربونت برم الهی، پوست استخون شدی. بخور. یا تاج خالا چیه به خوردش میدی؟ ساکت باش بابا، تو که ارزه نداری کار بیرون بکنی، لااقل تو خونه یه چیز درست کن واسه این پیرزن بدبخت. حالا من به درک خودت از گشتگی میمیری بیچاره. خفه بابا، همینی که هست. خل بس. کی بود؟ احمقو نگاه کن. سلام ماهی جان. 100 دفعه گفتم جلو اینا به من بگو خانم حسن‌زاده. اینا رو ولش کن. یارو شریفی از صبح آمده اخماش تو همه، خیلی عصبیه. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مواظب باش تنها نشه. من دیگه نیت اینو فهمیدم، خیالت راحت باشه. جناب رئیس، پرونده دقیقا همونه که بهتون گفتم. نگاه کنین. خانم حسن‌زاده، خانم حسن‌زاده. سلام آقای رئیس، چیزی شده؟ اینا چیه خانم حسن‌زاده؟ اینا اسناد محرمانه است دیگه. تو اتاق شما چی کار میکنه؟ آقای رئیس به خدا من روحم از این ماجرا خبر نداشته، من نمیدونم چجوری اومده تو اتاق من. بفرمایید بیرون خانم اخراجی. به خدا آقای رئیس من روحم خبر نداشته، من نمیدونم، اینا همش دستیس است. راست میگه آج آقا، ما چند سال توی شرکت دارم کار میکنم، ندیدم ماهی خانم کارش اشتباه انجام بده. فعلا که محرمانه ترین اسناد تو اتاق ایشون پیدا شده. اشکالی نداره، اگه میخواین اخراجم کنین من میرم، ولی نباید بهم تهمت میزدیم. به سلامت خانم، همین که ننداختم زندان باید خودت هم شک کنی. ماهی میخوای چیکار کنی الان؟ خرج مادر مریض از کجا؟ الهی بمیرم. این همه خرج درس و دانشگاه دادی واسه من، هیچ غلطی نتونستم بکنم. بخور آب بخور. معلوم نیست چی غلطی میکنی. همه مردم صاحب خانه و ماشین رفتن، تو چی؟ تو چی میگی واسه خودت؟ 40 سال سنت مفت میخوری راه میری، همسن ساله تو 90 دارن، تو هنوز چشمت به دست منه. برو بابا، حال نداره. قربونت برم، یکم آب بخور، این هفته میبرم چیمی درمانی. آقا من رسیدم، میشه در رو باز کنین؟ هر چی زنگ میزنم زنگ نمیخوره. خانم امروز برقا قطعه. یعنی چی برقطه؟ یعنی نیستیم ما شرکت. یعنی باز برم فردا بیام؟ خسته نباشین. سلام خانم. برای آگهی استخدامتون تماس گرفتم. فقط متأهل که نیستی. با چه فرقی داره؟ مرتی که آقا من اصلا خیاطی بلد نیستم، منشی چیزی باشم خوبه، کارم راه میافته. دوز نیاز داری. باز کنید، در باز کنید.
نترس، آب خوردنه. مامان منو ببخش. مامان منو ببخش که نتونستم برات کاری بکنم. بله. سلام خانم حسن‌زاده. بابت اتفاقاتی که افتاده بود من از شما عذرخواهی میکنم و بیگناهی شما به ما ثابت شده و طبق سابقتون تصمیم بر این شد که شما از من نایب رئیس شرکت کنید. تنهای بی سنگ صبور خونه سر بسو تا کن توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست.